ارتش ملی تاجیکستان نشان از پایداری دولت و ملت به شمار رفته، آن همچون رکن مهم در صلح و امنیت و حفظ مرز و بوم کشور همچون سپری با اعتماد فعالیت پرثمر دارد. همین است که همساله دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح در دو دور برگزار کرده می شود و روز دعوت شونده را همگان در سطح بلند سیاسی و فرهنگی تجلیل می نمایند. در قسم نظامی 0717 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان کلی دعوت شوندگان و پدر و مادران جمع آمده این روز را خاطرمان استقبال نمودند. زیرا ناحیه کوشانیان در روز اول دعوت نقشه دعوت جوانان را خوب براه مانده، بهر دعوت شوندگان یک جمع آمد خوب و خاطرمان را آراسته کردند. رئیس ناحیه کوشانیان ضمن سخنرانی ابراز داشت که همساله طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوانان با ننگ و ناموس وطن به صف قوه‌های مسلح شامل گردیده ادای قرض فرزندی خود را در نزد خلق و وطن با سری بلند اجرا می نمایند. امروز نیز موسم تیرماهی دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت به خدمت حربی آغاز گردیده و جوانان با ننگ و ناموس ناحیه همه یک دل و یک تن صف آراستند تا به ارتش ملی جمهوری تاجیکستان پیوست گردیده در صف‌های آن ادای قرض فرزندی خود را اجرا نمایند. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون زاده دوران استقلالیت و آزادی به حیث یکی از رکن‌های اساسی دولت در راه حفظ دستاوردهای آن به کمال رسیده و رشد میکند. پدر و مادران اهل فرهنگ و ضیا اندیشه‌های جالب اظهار داشته به دعوت شوندگان خدمت خوب و صافدلانه به وطن را تمنا نمودند. همزمان درباره خوب و جالب بودن خدمت در صف قوه‌های مسلح اظهار اندیشه کرده خدمت را قرض جوانمردی هر یک شهروند معنی داد کردند. یک گروه جوانان برآمد کرده آماده بودن خود را به خدمت بهر حفظ مرز و بوم وطن مادر اظهار داشتند. وضع سیاسی و حادثه‌های جهان معاصر ما را هشدار می‌نماید که هوشیاری و زیرکی خود را از دست نداده روند خدمت جوانان را در صف ارتش تقویت بخشیم و متخصصان بلند اختصاص را تربیت نماییم. با یک گروه کلان جوانان شهادتنامه‌های رانندگی و دیگر کسب و هنرهای گوناگون را تقدیم نمودند. مراسم قدیمه مردم ما نانگزان را مادران اجرا کرده به فرزندان راهی سفید و خدمت صافدلانه و صادقانه را آرزو نمودند. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی سرود و ترانه‌های دلنشین وطن پروری خاطر اشتراکداران را بالیده گردانید. شادی و طرب دعوت شوندگان و پدر و مادران حد و کنار نداشت. آنها با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد امن و آسایشته شادی و خرسندی می‌کردند و به جوانان راهی سفید تمنا می‌نمودند. حسن زاده گلیزار، دلیل شریف، نمازعلی ارگش، اخبار، ناحیه کوشانیان.